کل شهر بوی این میوه ها رو میده. یعنی ما اول فکر کردیم غذاهاشون رو، بعد دیدیم نه، یه تابوی این میوه ها هم پخشه تو کل شهر. خب اولیش اسمش رامبوتانه، اینجوری که میبینید خیلی خوشگله. آها درسته. داخلش حالت ژله‌ای داره. طعمش بد نی، شیرینه، بگم یه طعم خاصی داره نداره واقعا، ولی بدم نی، اوکیه. این اسمش لیچیه یا چشم اژدها. یه دونش رو بذار باز کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. 90% این میوه ها رو من بار اولمه دارم میخورم. چرا افسردگی. آب شیرینه، تمزه. اگه بخوای این تمزه چیه اگه گفتی؟ تو همه تروبتوری داره. آفرین. مثل سیفیجات مزهش تا میوه. آفرین. آب شیرین طعم تروب داره. شلغم شلغمش مزه شلغم میده. گفتن یه انگار شلغم بجای که بهش نمک بزنی شکر. شلغم شیرین. این پشن فروته که زیاد دیدیمش، باز تو ایران هم بیشتر دیدیمش. چقدر خسته است. چندشاوره، بافتش یه ذره که چه عرض کنم، چندشاوره. مزه شربت مولتی ویتامینای قدیم میده. دقیقاً. این اسنیک فروته، ببینیم چه مزه‌ایه. اینم من بار اولمه میخورم، هم یه هسته داره. خب مزه لوازم آرایش میده. به خدا مزه لاک میده. اینم به ما گفتن بیبی منگو. حالا واقعا هم که خب بافت همون انبه خودمونه، ولی اصلا مزه انده خودمون رو نمیده. خیلی چرته، خیلی چرته. آخر ما اسمشو نتونستیم بفهمیم چیه، ولی خب من بهتون میگم اومدین یه وقت اینا رو دیدید، مثلا اون قبلی رو نگیرید. آها این شکلیه. اون گزنه میده، مثلا اون چمن میده. ترشم یه علف ترش. به خدا همچین مزه میده، ولی خوبه. دراگون فروت معروف یا میوه اژدها که دیگه همه میشناسیم. رنگای مختلف داره، توش سفیده، توش قرمزه، خودش زرده. این الان توش سفیده ما گرفتیم. مثلا شبیه کیویه بافتش، ولی مزهش بیمزه، یه ذره شیرین، خیلی بیمزه.